سرخط خبرهای مهمترین: هشدار وزارت مهنت، مرزبانان روسیه تلفن مهاجران را تفتیش میکنند. 30 یورو از هر تن سوزشواره. جزئیات پرداخت اکولوژی برای آوردن گاز و بنزین به تاجیکستان. و اسرائیل و لبنان به آتشبس 10 روزه راضی شدند. سلام بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است تقدیم از رادیوی آزادی. امروز 17 اپریل سال 2026 است. از این بعد مرزبانان روسیه حق داشتند که هنگام درآمدن به این کشور تلفن، کامپیوتر و دستگاه‌های دیگر الکترونی هر نفر را تفتیش کنند. در این باره نمایندگی وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان در روسیه 16 اپریل خبر داد. به قول منبع در صورت باز نکردن دستگاه و پیشنهاد نکردن آن برای سنجش، شهروند خارجی میتواند برای اطاعت نکردن به امر کارمند مقامات قدرتی جزا گیرد. برای چنین عمل از 5 تا 7000 روبل جریمه یا حبس مأموری به مهلتی تا 15 شبانه روز پیش بینی شده است. با نظرداشت این به شهروندانی که به روسیه سفر می‌نمایند توصیه داده می شود که این طلبات را به نوبت گیرند تا هنگام گذشتن سرحد با مشکلات روبرو نشوند. آمده است در خبرنامه نمایندگی وزارت مهنت. مقامات روسیه پیشتر گفتند هدف از تفتیش تلفن مهاجران تامین امنیت و مقاومت با افراطگرایی است. مهاجران تاجیک میگویند که بعد حمله به تالار کراکوس در سال 2024 تفتیش تلفن در سرحد روسیه امر معمولی شده است. بعضی مهاجران در شبکه‌های اجتماعی از آن شکایت کردند که بعد تفتیش تلفن آنها را از مرز پس گرداندند. حکومت تاجیکستان معیار پرداخت اکولوژی را برای آوردن مواد سوخت مقرر کرده است. بر اساس قرار حکومت که رادیوی آزادی 17 اپریل دید، من بعد از هر تن بنزین، سوزشواره دیزلی و گاز 30 یورو پرداخت اکولوژی ستانیده می شود. در سند آمده است که پرداخت اکولوژی مذکور یک مرتبه ضمن واردات بدون من بعد ستانیدن مبلغ برای استفاده سوزشواره ستانیده می شود. جاری کردن پرداخت اکولوژی برای محصولات نفتی را هفته گذشته مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان نیز تصدیق کرد. فعلا هنگام وارد کردن به تاجیکستان از هر تن محصولات نفتی 70 یورو اندازه اکسیز ستانده می شود. به این ترتیب اکنون از هر تن محصولات نفتی 100 یورو مالیات یا انداز می گیرند. دقیق نیست که 30 یورو ضم شدن پرداخت نفت برای هر تن محصولات نفتی به نرخ سوزشواره در داخل کشور چقدر تاثیر می‌رساند. تاجیکستان قریب همه سوزشواره مورد نیازش را از روسیه و قزاقستان می‌آورد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که بعد صحبت تلفنی با پرزیدنت لبنان و نخست وزیر اسرائیل این دو کشور از شامگاه 16 اپریل به مدت 10 روز آتش بس می‌کنند. ترامپ در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشت که بعد از صحبت‌های اخیر این دو رهبر برای دستیابی به صلح میان کشورهایشان با آتش بس راضی شدند. دونالد ترامپ افزود که با جی دی وینس معاون رئیس جمهور، مارکو روبیو وزیر امور خارجه و دن کین رئیس ستاد مشترک آمریکا دستور داده است که با اسرائیل و لبنان برای دستیابی به یک صلح پایدار همکاری کنند. رئیس جمهور آمریکا در پیام دیگر از رهبران لبنان و اسرائیل دعوت کرد که برای مذاکره به کاخ سفید روند. بعد حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در آخر ماه فوریه امسال، گروه حزب الله لبنان حمله ها به خاک اسرائیل را آغاز کرد. ارتش اسرائیل هم در پاسخ موضع‌های حزب الله را بمباران نمود. حزب الله لبنان که گروه نیمه نظامی است، از سوی ایران حمایت می شود و آمریکا و اسرائیل آن را گروه تروریستی می دانند. این گروه در پارلمان لبنان هم نمایندگان خود را دارد. توقف حمله ها به موضع‌های حزب الله از طلب‌های اساسی ایران برای آتش بس است. آمریکا و اسرائیل اعلام کرده بودند که این سازش شامل لبنان نمی شود. یکشنبه 3 ماه اپریل در تاجیکستان روز علمی تاجیک است. به این مناسبت ما از ساکنان و مهمانان شهر دوشنبه پرسیدم که نظرشان به وضع علمی تاجیک و کار عالمان تاجیک چی است. نظر ساکنان را با هم ببینیم. بد نیست. در حال شما اگر رسانه‌های محلی را بخونید، در جز سرنوشتی این و آن کتاب، سرنوشتی مثلا اونها رساله‌های دیپلمی و مردم میل تمایل زیاد دارند. شما ببینید در کوچه ها خواندن گازت این دلالت آن است که مردم هوس دارند، باوری دارند در آینده تاجیک. بد نیست. یکی از علومون در ساحه طب این صبور و میباشند که در کافدرای بیوشیمی در دانشگاه طبی کار میکنند. یکی از پروفسوران بهترین ما میباشند. ما کتاب‌های همون رو بسیار میخونیم. کتاب بیوشیمی هم برآوردگی هستند و ما دانشجویان از همون کتاب‌ها بسیار استفاده میبریم. درسمون از همون کتاب‌ها بسیارش میگذرد. روزی هستید از وضع علمی طبی تاجیک؟ بله، برای که در بسیار بیمارخانه‌های تاجیکستان
بسیار جراحی‌های گذرانده ایستادند که تا حال در تاجیکستان گذرانده نشده بود و این جراحی‌ها با صفت بهتر و با موفقیت گذرانده شده است. مثلا در جراحی در مغز سر، جراحی در دیل و بسیاری از این جراحی‌هایی که باری اول در تاجیکستان می‌گذرانند و این با موفقیت گذشته شد. فکر می‌کنید این نشانه پیشرفت علمی تاجیک است؟ بله. من وقتی که در اسرائیل سفر داشتم همونجا سوره یوسفووا یکی از یهودی تبارانی که در دوشنبه زندگی میکرد و یگانه زنی که دکتر علم‌های و گیولوژی شد. برای همین بسیار تحقیقات‌های کاندیدای فوردینک تاجیکستان باور کردم. بسیار شاگرداش هم هستم. من کالجی کوهنوردی میگم کوهکنی و گیولوژی همین دوشنبه به نام سوره یوسفووا ماندگی. بعد در ساحه طب باشد من علمای مشهور دنیا مثلا اسحاقی و منخوج غلاموف، منصوروف که به نامشون گذاشتن. بود دیگه مثلا دانشمندایی که داریم که در هر ساحه مثلا ما وقتی که رفتیم ترکمنستان رفتیم اونا گفتن که یک عالم ترکمن لازم چی نام داشت تیپ درباره دندان پزشکی بسیار عالم زمان بسیار شاگرداش همیشه همه هستن. خلاص که همین است. مثلا بعضیا میدونن بعضیا نمیدونن که کسی که در کدام رشته باشد پرواز وی همین است. مثلا البته بعضی تحقیقات هستن در ساحه شیمی، در ساحه فیزیک، در ساحه اقتصاد سبز، اما در مجموع من فکر میکنم که باید بهتر باشد، در با استحصالات بیشتر وابسته باشد، علاقه‌مند باشد. علم میشناسه علمی تاجیک مثلا درباره کی در کدام ساحه که نباشد کدام عالم میشناسه در اون ساحه که میدونه که خیلی بگیم یکم درجه ایلون ماسک مثلا با تمام اختصاصهای اختراعی نمونه‌های نوشقتی دنیا را پیشروی و مثلا کی گفته ایلون ماسک یک و یکی مثلا سپوتنیک سرداگی هم چند چیزای و اختراعی که اخچای مثلا با مانند ماشین‌های تسلا هم خیلی این زیاده ساختمان‌های و اخچای. اما درباره علمای تاجیک من پرسیدم کدام علمی درباره علمای تاجیک خیلی چه بگیم خیلی کم تا شوک نمی‌گرده یک ما خیلی دیگه کم تا دست سر نمی‌گیره. شما دانشجو هستید کدام اختصاص میخونید؟ گیولوگ. مثلا یکان عالم گیولوژی تاجیک میشناسه؟ بله میشناسیم اینه که خیلی کم تا خیلی نام شاگردان خیلی یکان کار کاری نظررس همین گیولوژی تاجیک شما میدانید که در سال‌های نه اون معلومات گرفتیم برای همون مثلا که باید بریم عبدالعلی ابن سینا درباره علمای حاضر میگم. حاضر بینندگان عزیز نظر شما به وضع علم و کار عالمان تاجیک چیست؟ لطفاً در زیر برنامه نویسید. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. طبق گزارش دو سازمان مدافع حقوق بشر، مقامات ایران 4 شرکت کننده اعتراضهای ماه ژانویه امسال را به مرگ محکوم کردند که در میان آنها یک زن نیز هست. گروه مدافع حقوق بشر ایشران قرارگاهش در آمریکا و مرکز عبدالرحمن برومن قرارگاهش در بریتانیا در بیانیه‌های جداگانه گفتند دادگاه انقلاب در تهران 4 نفر را برای انجام فعالیت‌ها به نمایندگی از آمریکا و گروه‌های دشمن محکوم کرد. هنوز معلوم نیست که حکم کی اعلان شده است. از آنها محمد رضا مجید اصل و همسرش بیتا همتی نام برده شده است. دیگران 2 مرد با نام‌های بهروز زمان نژاد و کوروش زمان نژاد هستند که در همان بینایی که محمد رضا مجید اصل و همسرش به سر می‌بردند زندگی می‌کردند. گروه‌های حامی حقوق بشر پیشتر اعلام کرده بودند که مقامات تاکنون 7 نفر را در پیوند با اعتراضها اعدام کردند. در این اعتراضها هزاران نفر کشته و شماره زیاد نیز بازداشت شدند. مدافعان حقوق بشر بارها ایران را متهم کردند که در پی اعتراضهای ضد حکومتی در سالهای اخیر از مجازات اعدام برای ترسانیدن مردم استفاده می‌کند. حالا بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات را در 17 اپریل در سالهای گذشته فرا می‌گیرد. از سال 2005 این جانب هر شنبه 3 ماه اپریل در دوشنبه روز پایتخت کشور جشن گرفته می شود.
با اینکه تاریخ پایتخت تاجیکستان اعلان شدن دوشنبه 14 اکتبر سال 1924 میباشد، ایده پایتخت بیشتر به خاطر تشکیل معرکه و آزمون‌های فرهنگی و جمعیتی مثل محله بهترین، مارافونیدا و مکتب سال و غیره تأسیس شده است. 17 اپریل سال 2000 نخستین جلسه مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان برگزار شد که پالاتای بالایی پارلمان تاجیکستان به حساب می رود. رهبر مجلس آن زمان محمد سعید عبیدالله‌اف از روی قانون دومین شخص در حکومت تاجیکستان به حساب می رفت. 20 سال بعدش 17 اپریل سال 2020 رستم امامعلی شهرداری دوشنبه و پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان رئیس مجلس ملی انتخاب شد. حکومت تاجیکستان را مخالفان و منقدانش برای موردهای خیشوتباری یک حکومت خیشوتباری خودکام مینامند. 17 اپریل سال 1923 تاریخ شناس بوریس لیتوینسکی تولد شد که 87 سال عمر دید و با آموزش تاریخ و حفریات تاجیکان و دیگر مردم آسیای مرکزی معروف شد. لیتوینسکی که با دعوت شخصی باباجان غفورов رهبر تاجیکستان شوروی به دوشنبه به کار رفت، مکتب آرخئولوژی یا باستانشناسی تاجیک را تأسیس داد و در کشف نشانه‌های مدنیت تاجیکان از زمان استیلای اسکندر مقدونی نقش داشت. مؤلف اولین کتاب‌های تاریخ تاجیکان برای مکتب‌های میانه میباشد. یک سخن او که گویا به جای باباجان غفورov تاجیکان را نوشته است ماجراانگیز شد و چندین دانشمند تاجیک ثابت کردند که حق به جانب نیست. شبانه روز اخیر قرب روبل روسی و هم دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامان کم پایان رفتند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی به 120-123 سامان برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 940 سامان ارزش دارد. بانک ملی تاجیکستان قرب ارز خارجی را برای 17 اپریل چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. من و همکارانم در بیروی رادیوی آزادی در دوشنبه برای شما استراحتی خوشخواهانیم. خدا نگهدارتان.